کارهایی که تیغشون از دسته بلندتره ما بهشون میگیم نیم غلاف. قبضی متحرک اینجا قرار میگیره. این چاقو رو پشتشو حکاکی کردن. شاخ گوزن روش به کار رفته. ببینید که خیلی خوشگل و جذابه. شاخ گوزن آجدار. آقا سلام علیکم، خیلی مخلصین، به چنل نایف شو خوش اومدید. چنل نایف شو معرفی و بررسی انواع چاقوهای ایرانی و چاقوهای خارجی. تو کاتگوری چاقوهای ایرانی ما کارهای زنجانی رو بهتون معرفی میکنیم. اکثرا کارهای زامندار و شکاری هن که خیلی پرطرفدارن و کارهای کلکسیونی محسوب میشن که ما داخل این چنل اکثرا اونا رو معرفی و بررسی میکنیم و بهتون نشون میدیم. یه نکته ریز راجع به چنل تلگرام بهتون بگم، کارهایی که تک و توک نیستن و تعداد بالان ما داخل چنل تلگرام اونا رو آپلود میکنیم، اطلاعات و قیمتشون رو براتون میذاریم. اگه به چاقو علاقه دارین و میخواین تهیه بکنین حتما به چنل تلگرام ما سر بزنید و محصولات رو اونجا چک بکنید. بریم سراغ خود ویدیوی امروز راجع به یه کار خیلی خاص و درجه یکه. یه کار بسیار زیبا و دستساز از استان زنجان. همینطور که میبینید این کار تیغش از دستش بلندتره. اصطلاحاً به این کارا نیم غلاف میگن. تیغه بسیار بلندتر از دست، ساخته شده از فولاد که رخ خیلی زیبا و مشتی داره. تا آخر ویدیو با ما باشین، یه نگاه نزدیکتری بهش بندازیم. بریم که داشته باشیم کار بسیار زیبا از استاد محمد ندرلو. آرم استادکار رو میبینید به صورت نستعلیق محمد و این طرف تیغه نوشته ندرلو رو داریم. کار به شدت جذاب، کار بسیار خاص که به صورت نیم غلاف ساخته شده. کارهایی که تیغشون از دسته بلندتره ما بهشون میگیم نیم غلاف و کارهایی که خیلی خاصه و حالا تو بازار پیدا نمیشه و به صورت خیلی محدود توسط استادکار ساخته میشه. اولین موردی که به چشم میخوره تیغه کاره. تیغه از دسته خیلی بلندتره و به این شکل ما کارو میتونیم باز بکنیم. قبضه متحرک داره این کار. وقتی بسته است به این شکله و وقتی که میخوایم بازش بکنیم قبضه متحرک اینجا قرار میگیره. کار به شدت جذاب، خیلی خاصه این کار. و بریم که متریال کار رو چک بکنیم با هم. فنر کار و تیغه کار از جنس فولاد فنره که به صورت خیلی تخصصی این کار آینه کاری شده. تیغش براقه و خیلی خاصه. نوک کار رو ببینید استادکار به چه شکل کار رو طراحی کردن که به این زیبایی در اومده. یک شیار اگه دوربین فوکوس بگیره، یک شیار جلوی تیغه و یک شیار دیگه پشت تیغه به صورت دستساز استاد طراحی کرده. ما میتونیم ببینیم این شیار یا به اصطلاح ترکان نو که اینجا طراحی شده کاملا با دست انجام شده. تبحر استادکار رو نشون میده. یه شیار به این بلندی رو روی تیغه پیاده کرده. و بخش جذاب و جالب دیگه که از تیغه از فنر کار تا تیغه کار ادامه داره، حکاکی و سنباده کاری بسیار دقیق و زیبای استادکاره. دوربین رو بیارم جلوتر ببینید که چقدر زیبا این چاقو رو پشتش رو حکاکی کردن. سنباده کاری خیلی دقیق و زیبا که واقعا آدم لذت میبره وقتی این چاقو رو دستش میگیره و چاقو رو میبینه. مخصوصا این قسمت کار جای زامنش یه طراحی خیلی خوشگله و دلنواز داره. آدم میبینه عشق میکنه. بنازم من این کارو. و بخش بعدی دسته کار میبینید که به شکل پرنده طراحی شده. هم این قسمت یه جفتکاری خیلی دقیق و ببینید که باربنداش لایه است. یه لایه فولاد، یه لایه مس و دوباره فنر کار فولاد. جفتکاریش خیلی دقیق و هیدنه. شما اصلا این جای خالی و یه شیار اینجا بین مس و فولاد نمیبینید. سنباده کاری خیلی دقیق و زیبا داره. آدم عشق میکنه کارو. و نکته بعدی چیزی که خیلی جذابه داخل چاقوه. این فنری که اینجاست دوباره این سمتش هم استاد کنده کاری کرده که به وضوح داریم میبینیم. یه پرنده دیگه اینجا حکاکی شده. حکاکیای باقی داستان این اول براق بوده و دوباره حکاکی کاری شده که میبینید خیلی جذابتر از یه حکاکی ساده است
و همینطور اینجا این بخشش. و مورد بعدی، چیزی که همه اونو به این متریال میشناسن، منظورم چاقوی دست زنجانه که باید دستش شاخ گوزن باشه و طبق همیشه کارهای خاص ما شاخ گوزن دارن. این چاقو هم به همین صورت شاخ گوزن روش به کار رفته. ببینید که خیلی خوشگل و جذابه، شاخ گوزن آجدار که برآمدگی‌های خیلی برجسته‌ای داره، شاخ گوزن معمولی و ساده نیست، خیلی خوشگل و خوش‌دست و زیباست. یه چاقو به سبک نیم غلاف، طولش حدوداً 40 سانتی متره و با ظرافت و خیلی با دقت ساخته شده. جای خیلی ظریف‌کاری‌های خیلی چشم‌نواز و جالبی داره که خیلی زحمت داره، واقعا دست استادکار درد نکنه بابت ساخته این کار خارق‌العاده و خفن. و بریم ببینیم که چجوری این کار بسته میشه. از این قسمت ضامن رو فشار میدین و به این صورت میبینیم که با فشردن ضامن و یه اهرم هم باشه که بخواد تیغه رو تا کنه، ما میتونیم کار رو غلافش کنیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. کار آس و دستساز از استاد محمد ندرلو. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما برای حمایت ویدیو رو لایک کنید. نظرتون رو راجع به این چاقوی خاص و منحصر به فرد برامون کامنت بذارید، هر چی باشه میخونم و جواب میدم. و برای دیدن ویدیوهای بیشتر از این نوع کارهای خاص زنجانی، چاقوهای زنجانی و حالا در آینده از ساختشون هم براتون ویدیو میگیرم، چنل نایف شو رو حتما سابسکرایب داشته باشین و برای دوستا آشناتون هم بفرستین. خیلی مخلصیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.